در حالی که عظما بیشتر از همیشه نیاز به دود و دم و قدرت نمایی داره، هفته جنگش داغونتر از هر سال برگزار شد. یه رژه برگزار کردن که به منظمترین ارتش‌های جهان گفته بود زکی. تازه اینا گروه موزیکن که باید یه چیزایی از ریتم و ضرب و طبل بزرگ حالیشون باشه. ولی اگه کسی هنوز به اقتدار نظام شک داره، کافیه یه نگاه بندازه اینجا. یه سری بسیجی رو ول کردن تو بیابون و اسمشو گذاشتن کوه پیمایی. البته ما که به جز یه تعدادی تپه، اونم توی دوردست پشت صحنه، چیزی ندیدیم. لطفا شما هم نگاه کنین ببینید کوه میبینین؟ وضعیت تو شبکه‌های خارجی تیوی ریش مضحک‌تر بود، چون باید شتر سواری دلا میکردن. یادآوری جنگ رو که همیشه تو سنگر و گونی و پای سلاح میکردن، اینجا بردن تو این دکور عجق وجق مداد رنگی. البته برای خالی نبودن عریضه باید یه چیزی از جنگ هم خب باقی میذاشتن. طراح نابغه دکورشون یواشکی یه جفت پوتین با یه پلاک سرونده تو دکور. بعد رفتن گشتن 2 نوبرونه به اسم خواننده پیدا کردن که براشون از جنگ ضد میهنی بخونن. که نگاه میکنم اسم تو با خط دراش نوشتم. ولی مشکل اینجاست که خود خواننده پاچه‌خواری هم که آوردن برای سپاه بخونه میگه چیزی از این حرفا حالیم نیست. چی شد که تصمیم گرفتین درباره دفاع مقدس بخون؟ والا خدمت شما عرض کنم که زیاد یادمونم نیست از اون موقع ها، ولی شنیدیم دیگه، منتقل شده به ماها. صحبت کردن و کار کردن تو این متدم خیلی کار سختی شده. روی این هسته که معمولا ما همین کارهای دفاع مقدسی و این قبیل کار آرمانیمون توی لایه‌های پایینی میمونه، بیشتر کم رنگ‌تره. روی این هسته که ما یه نسل از جنگمون گذشته، حالا برای انتقال دادن اون مفاهیم دچار مسئله‌ایم. در نتیجه راهی براشون باقی نمیمونه جز اینکه مزخرفات جنگ طلبانه آخوندی رو لای یه مشت جنگولک بازی و ادا اطوار مشمئز کننده ساندویچ کنن. و آخرین شعرمه. چه خوب، خیلی هم کوتاست. چه اصراری است به دستان خدا بسپاریم، چه اصراری است به دستان خدا بسپاریم، وقتی در میان دستان تو تمام تصمیم‌هایم درست از آب در میآید. خیلی خوب بود. عاشق این شعرهای کوتاه جدی میگم. من یه حقیقتی رو بگم، من دستم زنبور زده نمیتونم زیاد دست بزنم، عذرخواهی میکنم. ببخشید. و در هفته دفاع مقدس در روز آغازین مدارس سال نو مبارک، بزن دست قشنگ و به افتخار بچه ها یا بریم به مدرسه، یادش بخیر ما میرفتیم کجا و بریم سراغ مچنگستان رژیم و رقابت سختی که برای کسب عنوان اول جریان داره. اولیش این کاندید جایزه نوبل پزشکیه که عامل بیماری آلزایمر رو کشف کرده. اون چیزی که فراموشی میاره برای آدم ها چی است؟ 7 چیز است که فراموشی می آورد: خوردن سیب ترش، خوردن گشنیز، پنیر و پسمانده موش. حالا این پسمانده موش شاید برای ما شهری ها خیلی ولی روستایی خیلی باید دقت کنن. خواندن نوشته های روی قبر، راه رفتن میان 2 زن، افکندن شپش، حجامت در گودی پس سر. این روایت هم منبعش خیلی مستند و معتبر هست.
دومیشم این جوجت الاسلامه که هنوز نه به داره و نه به بار فتوای قتل کسانی که زکات بهش ندن رو صادر میکنه. که کسی زکات برش واجب شد و نداد، این حکمش کفره. تصریح شده که مانع زکات کافر است. بله. و در دولت اسلامی حکمش قتل است. اما این حقی که واجب شده باید به چه کسی پرداخت بشه؟ خمس خب خیلی واضحه، باید به خدا داده بشه. خدا نماینده داره، باید به نماینده خدا داده بشه. وکیل دارن، نماینده دارن. یعنی این دین اینطور نیست که در هوا رها شده. بله. افرادی هستند که اینا از طرف حضرت مهدی هم احکام خدا رو به ما میرسونند، هم اینه که دستورات دین را که دین فرموده اجرا میکنند در حدی که میتونن. از جمله توانایی این فقها این است که این پولها رو بفهمن، مصارف حضرت مهدی، خرجهایی که حضرت مهدی راضی هستن چیست، کجاست، و این پولها رو در اون مصارف خرج کنن. عرضم اینه که از گردن شما در بیاد، برو بده به نماینده خدا. بله. در پایان خبر تو خبر این هفته هم توجه شما رو به هنرنمایی یک جوان هنرمند جلب می‌کنم.